خطاب شد بهش که یا موسی، شنیدی فرعون وقتی که وسط آب گیر کرده بود دید دیوارا داره به هم نزدیک میشه، هی گفت یا موسی؟ گفت خدای بله شنیدم. خدا به اینجا بسنده نکرد، فرمود یا موسی شما که شنید دارن صدات میکنن اسمتو میبرن، فهمیدی چرا جواب ندادی؟ اینجا ساکت شد. خدا فرمود پس گوش کن من برات بگم چرا جواب ندادی. صدا میزنی یا موسی؟ بگو بله. خدا فرمود برای اینکه تو خلقش نکرده بود. به جای اون 3 بار اگر 1 بار گفته بود یا الله، من جوابش میدادم. به آب میگفتم نگیرش. این منو صدا کرد.